бахшида ба рӯзи пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ки амасола шанбе 3 моҳи апрел ҷашн гирифта мешавад, дар ҳудуди шаҳраки донишҷӯёни Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ҳамчун рамзи ифтихор аз пойтахти гулбадомони кишвар роҳпаймоии осоиштаи ҳайати бисёр ҳазорнафараи донишгоҳ доир гардид. Роҳпаймоии осоиштаи ҷашнии Донишгоҳи Миллӣ бахшида ба рӯзи пойтахти кишвар шаҳри Душанбе дар сатҳи баланди ташкилӣ гузаронда шуд. پایتخت جمهوری تاجیکستان یعنی شهر دوشنبه این واحد مأموری و حدودی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود که در آن قرارگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، دفترداری اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، مقامات عالی حاکمیت دولتی، نمایندگان دیپلماتی و دیگر مقامات مرکزی حاکمیت دولتی در پایتخت جمهوری تاجیکستان یعنی شهر دوشنبه جایگیر شدند. تدبیر معرفتی در نزد بیناهای تعلیمی دانشگاه صورت گرفت. در راهپیمایی هیئت بسیار هزار نفره دانشگاه از جمله رهبریت دانشگاه، استادان عنواندار، سابقه‌داران، دانشجویان گرنده استیپندیوم پرزیدنتی، غالبان و اشتراکچیان آزمون‌های جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است، تاجیکستان وطن عزیز من، علم فروغ معرفت، گروه جوانان، دانشجویان تشکیلات جمعیتی پیروان پیشوای ملت، بخش جوانان و دختران، استادان کافدر حربی، کارمندان شعبه بخطری، آموزگاران و محصلین سمت طبی و فارماسیفتی و بیش از 100 ورزشکار اشتراک داشتند. محض با شرافت صاحب استقلالی کشور و صلح و ثبات در مملکت در پرتو سیاست سازنده پیشوای ملت، شهر دوشنبه نه فقط پایتخت تاجیکستان بلکه مرکز اساسی علمی و فرهنگی، ایجادی و اطلاعاتی و نیروی ذهنی به حساب رفته، آن برای تمام طبقه نسل‌ها همچون خاطره بهترین ایام جوانی و پایندگی ملت حسابیده می شود. گفته شد که راهپیمایی خود نشانه اتحاد اتفاقی، سرجمی و خوشبختی مردم را ifade کرده، گذشتن از میدان بشارت زندگی شایسته و ارزنده مردم سعادتمند کشور دانسته می شود. هم شهر دوشنبه شهری است که با مکان‌های دلفریب خود قلب جهانیان را تسخیر نموده است و فضای استقلال کشور در برابر بخش هدیه نمودن صلح و صلاح و امنیت در کشور عزیزمان سیمای کشور عزیزمان را بخصوص قلب تاجیکستان شهر دوشنبه را دیگرگون ساخت و همه این دیگرگونی‌ها باعث بر آن است که شهر دوشنبه امروز در دهگانه امن‌ترین کشورهای جهان و شهرهای جهان شناخته شود. ما شکرانه از آن می‌کنیم که در چنین شهری بیشت عمر به سر میبریم و آزادانه تحصیل می‌نماییم. بعد از راهپیمایی آسایشته در صحن بینای تعلیمی رقم 11 شورابینی فرهنگی انسامبل خلقی نوروزی دانشگاه گذرانده شد. در آغاز رکتور دانشگاه، هیئت استادان، کارمندان دانشجویان دانشگاه و در سیمای آنها مردم شریف کشور را به تجلیل روز پایتخت صمیمانه تبریک نمود. با افتخار و شرفمندی ذکر شد که پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه همچون مرکز مأموری دولت صاحب استقلال تاجیکستان و آینه ملت صاحب تمدن تاجیکان با دستگیری و غمخوری‌های دائمی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، اقدامات و تشبث‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی خیلی زیبا و زمانوی شده است. در ادامه سخنرانی تاکید شد که ملت صاحب فرهنگ تاجیک با آیین‌های دیرینه شهرسازی و شهرداری و بنیاد مرکزهای بزرگ علمی و فرهنگی شهرت عالمگیر یافته است. از اینجاست که حالا شهر دوشنبه همچون پایتخت دولت صاحب استقلال تاجیکستان و مرکز علم و فرهنگ ملت کهن‌بنیاد تاجیک باعث افتخار خرد و بزرگ مملکت گردیده است. هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان که خانه امید تاجیکستانی عزیز ما این که پایتخت آن شهر دوشنبه است، با یک امید خاصه، با یک حسی بلندی وطن دوستی افتخار از آن میکند که امروز ما همچون صاحب استقلال، همچون یک نفرانی که واقعا استقلالیت داریم، دولت داریم و ما میبالیم که امروز ما با افتخار روز پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه رو جشن میگیریم. در ادامه برنامه رنگین فرهنگی پیشنهاد شرکت دارم گردانده شد که خیلی جالب و دیدنی بود. در برنامه فرهنگی در برابر هنرمندان انسامبل نوروز دانشگاه اینچنین صنعتکاران شناخته جمهوری اشتراک و هنرنمایی نمودند. سرود و ترانه‌های این قسمت چهاربینی نیز فراگیری زیبایی‌های شهر دلارای دوشنبه بود.